به نام هستی دوست که هر چه داریم از اوست. با عرض سلام خدمت شما مهمان‌های گرانقدر و حضار گرامی در سالن. به پیشنهاد بیشتری از هموطنان و خانواده‌ها که خواستن مشکلاتشان باید بازگو شوند، پس به نماینده از طرف آنها و همچنین اتحادیه افغان‌ها آمدم که میخوام در مورد مشکلات مردم در اینجا توضیحات ارائه دهم خدمت شما که امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد انشاءالله. متاسفانه مشکلات مردم یکی دوتا نیست که ما آن را خلاصه کنیم. سرپناه، مواد دارویی و پزشکی، ترجمانی مواد غذایی، پوشاک، کلاس‌های آموزشی، مسئله اقتصادی بلا تکلیفیشون بخصوص در اینجا، مسئله کرایه خانه و خیلی چیزهای دیگر که متاسفانه علل خصوص مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها را در تنگنا قرار دادن و متاسفانه بیشتر از خانواده ها زندگی شیرینشان تبدیل به تلخترین زندگی قرار گرفت و از هم پاشیده شده و بیشتر از جوانان و نوجوانان ما متاسفانه روی آوردن به طرف مواد مخدر که در کوچه و خیابان ها هم شاهدش هستیم. ما که دست اینها را نگیریم پس کی باید بگیره؟ این روز تمام حرفا گفته شد، همه حرفا گفته شد، غیر از اینکه واقعا مشکلات مردم با مردم شما باید از نزدیک صحبت کنین، از زبان خودشان بشنوین تا درد دل اونا رو بشنوین تا درک کنین. از زبان دیگر شما نمیتونین درک کنین ولی باید از زبان خودشان بشنوین که ببینید اونا چی مشکلاتی دارن. این مشکلاتی که ما الان گفتیم واقعا گریبانگیر خانواده است که داره از خانواده از هم میپاشن و متاسفانه از هم دارن میپاشن، ارزش ندارن و ما فقط میخوایم بیشتر اونا متاسفانه در کوچه و خیابان مورد لطوکو که فاشیستا قرار میگیره که خود من هم از این موضوع بلا استثنا نبودیم. چرا؟ به خاطر چی؟ چرا صدای ما به گوش ابرقدرت ها نمیرسه؟ چرا؟ این همه مردم که دم از ابرقدرت میزنن و این همه منم میکنن، نمیدونم خلاصه از هر چیز صحبت میکنن، چرا اینقدر متاسفانه نمیدونم که هم در کشور خود ما حق ما پایمال است، هم که در کشور اروپا که آمدیم حق ما پایمال شدن. به خاطر چی؟ این از شما میپرسم ولی از شما خواهش میکنم، من از زبان خود خانواده و خودم جزوش هستم، بیشتر خانواده دارن از هم میپرسن. از شما خواهش میکنم صدای ما را به گوش ابرقدرت ها برسانه، به گوش تمام کسان سازمان ملل متحد و حقوق بشر برسانه که بیان ما که نمیتونیم از حق ما دفاع کنیم، شما به عنوان یک انسان بیان از حق ما دفاع کنیم. تشکر میکنم. Member of the Afghanistan community in Greece, and she represents women in her community, and she's been living in Greece for the past 5 years and she has a pink card. However, she's unemployed and her husband and her suffer from health issues, and she's not ashamed to state that she is one of the people, one of the refugees in Greece that collect rubbish and survive from the food that they can find. And she says that she's a member of the Afghanistani community, and she says that the problems people face, they're not just, there isn't just one or two problems, and there's a lot of problems they face, and she just wanted to convey this message. She said that there's lack of shelter, lack of medicine, there's no translation without money, there's lack of food, clothes, educational classes, and even if they find somewhere that could rent, they cannot afford it. So they unfortunately either have to live in very cramped conditions, approximately 6 families in one bedroom, and this is obviously unacceptable. And she said that unfortunately these problems have pressured families so much they're now facing mental, psychological, and psychiatric problems, and also led to family breakdown.
She says that young children, she's also witnessed people from Afghanistan that are now taking drugs as a form of suppressant just to ease the pain, and many people are now either taking or dealing drugs. And she also has family members and friends that have witnessed beating from the fascist groups in Greece, and she also believes that having fled Afghanistan to live in a much safer society, this is also something that they will not assume would happen here. And her last statement was that she hopes that the message conveyed today and also by her speech can be reached to the organisations that can make an impact, such as non-governmental organisations, UN and other organisations that are currently working in Greece. Thank you.